جوانان عزیز، من از فرصت استفاده کرده به همه شما رو آورده میگفتم از جوانان به جهان نام نکو میماند، فصل گل میگذرد لذت پو میماند. این جهان کاسه دور است برای همه کس، همه چیز میگذرد دیده و رو میماند. جوانای عزیز، این عمری که خداوند به ما و شما داده است، این عمر برای امتحان است. ما همچون امتحان سپارنده در نزد خداوند این زندگی را سپری میکنیم. ما این دنیا امان را چگونه میسازیم؟ این دنیا امان را از دنیا و جیفتون و طالبها طلابی میسازیم. دنیا حرامی است و طالب دنیا سگانند. دنیا طلبان زحیر مستند و همه، موسی کش و فرعون پرستند و همه. آن عهد که با خدا بستند و همه، از بحر درهم جمله شکستند و همه. یا این دنیا امان را از دنیا و مزرعت الاخرتی میکنیم، دنیا امان را پیشگاه آخرت میکنیم، و دنیا توان آخرت یافتن. جوانان عزیز، یک بلای امروز بین جوانان ما سیر میکند که مواد مخدره میگویند. اکثریت جوانان با استعداد ما قربان همین فساد گشتند. مولانای بزرگ در مثنوی معنوی در باب اخلاق و آداب یک گپ میگوید: از خدا جویم توفیق ادب، به ادب محروم ماند از لطف رب. به ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. جوانان عزیز، میبینید در بین جوانان فساده که استعمال مواد مخدره انسانها را از معرکه انسانی میبرارد. وقتی که انسان میمیرد از استعمال مواد مخدره، او گویا که به خودکشی دست زده است. برای همین ما از شما یک طلب داریم، علل خصوص جوانانی که اینجا ایستاده اید. چرا جنازه ها را شعار میکنند؟ چرا جنازه ها را برداشته بالای او جامه میپوشانند و میآرند؟ شعار او همین است که هشدار میدهد ما و شما را که از گوش خویش میشنوی کان فلان نماند، در گوش دیگران خبرت هم رسیده نیست. امروز گوشک تلفن میبرداری، زنگ تلفن سهراب سفرزاد مرد. فردا نوبت من و شما است. فردا ما و شما را بالای همین چرچوبه برداشته میارن. از همین بالای جنازه سهراب سفرزاد وقتی که می روید چی آورده؟ میپرسند در خاندان. یک چیز بگوید که ما عبرت آوردیم. خدای ناکرده جوان اگر به استعمال مواد مخدره مشغول باشد، گوشتانه بگیره توبه کنه در نزد خدا. گر بر سری نفس خود امیری مردی، تو اگر بر بالای نفس خود امیری، انا مرد شما هستید. آدم باید خود را اداره کرده بتواند، نه اینکه این عمر عزیزی که خداوند به او داده است او را به استعمال مواد مخدره رایگان خود را جوان مرگ بسازد، دست گویا به خودکشی بزند. امروز صد افسوس که با همین علت بسیار بعد پر از ذلت یک دور وبای عصر، باز یک جوان
صاحب استعداد، خوش ذوق، جوان هم خوش صورت و هم خوش صدا، خوش لحن که یک سبک بسیار عجیبی داشت، خاصه با لحنی آوازخوان بسیار معروفی خارزبانان معین بسیار زیبا می سرایید، از بین ما رفت. و این البته برای هنر تاجیک یک تلفات بسیار گرانی است که چنین یک غنچه نوشکفته باغ هنری تاجیک را در این فصل خزان ما خزان دیدیم. و این قبلا برای اهل بیتش، برای تمام پیوندان و مخلصانش من عرض تسلیت میکنم. و البته در گذشت چنین یک جوانی که محبوبیت داشت، قدر اخلاصمندان زیاد داشت، من بسیارها در محفل ها مشاهده میکردم که آدمان یا عاشقان دلدادگان بسیار میخواستند چنین یک هنرمند هم خوش صدا و هم خوش سیما در محفل ازدواج ایشان، عروسی ایشان شرکت داشته باشد و اون محفل را آرا دهد. صد افسوس که بسیار همین گونه آرمان ها، همین گونه آرزوها به خاک رفت.